سلام بچه ها، بریم با یه ویدیو جذاب دیگه بر لمینت پیشرفته. وقتی که ناخون به ترمیم رسیده بچه ها، مثلا صدف ناخون خوب باشه و در واقع کلاینتمون هم ناخون کوتاه و مرتبی بخواد، ما میتونیم که بیایم اول کار مواد روی ناخون رو تا تقریبا 70-80% رو ببریم. خیلی راحت هم میره، لازم نیست ریموو بکنیم. بعد از اینکه مواد رو با پوشر قشنگ پوستای دست رو تمیز بکنید، قسمت‌های سینوس رو کاملا بچه‌ها باز بکنید. خیلی مهمه تو مانیکور که این قسمت ها باز بشه که بتونید نقطه سینوس و نقطه خروجتون رو توی یه راستا قرار بدید. مانیکورمون رو کامل و تمیز انجام میدیم. بچه‌ها برای پوستای دسته که نرمالن ما میتونیم از کوتیکول ریموور استفاده کنیم، اما برای پوستای دست نازک از پودر بچه یا پودرهای مخصوص مانیکور استفاده کنید بهتره. وقتی کوتیکول ریموور رو میزنید یه خورده وایسید که قشنگ پوستا نرم بشن، مخصوصا دستایی که میگم پوستاشون ضخیمن. حالا با یه سرسوهان اشکی که حتما بچه‌ها کیفیت خوبی داشته باشه، خیلی مهمه، چون همین سرسوهان برای مانیکوره که کار تو یه دفعه میبینی عوض بکنه روی ریشه ناخون. اگه فشار زیاد بذاری چال بندازه، کراتین روی ناخون تو از بین ببره و عامل لیفت بشه. پس حواستو جمع کن که برای سرسوهانات همیشه بهترین کیفیت رو بگیری و سرسوهان مانیکورت هم حتما شنی باشه. حالا من از این اشکی اومدم استفاده کردم، پوست دست رو باز کردم و با قیچی نوار کوتیکولم رو برمیدارم، میچینم که ریشه کارم تمیزتر بشه، بتونم روی ناخون. حالا در آخر که میبینید وقتی لمینیت میکنیم قشنگ توی ریشمون بخوابه مواد. هرچی مانیکورتون بچه‌ها برای لمینت و کارهای سافت بهتر باشه، تمیزتر باشه، خب درش ریشه قشنگ تری هم داریم. بعد از اینکه من با اون سرسوهان کارم رو انجام دادم و در واقع گوشتای دست رو چیدم، میام از سرسوهان میکروفونی استفاده میکنم برای اینکه بقیه کارم رو اون خورده ریزایی که مونده رو تمیزتر کنم و روی پوست یکم بکشم که اون کوتیکول ریمووره باعث شده این پوستا نرم بشه دیگه. این سرسوها میاد که اون پوستای ریز رو قشنگ بر من میتراشه و کارمو تمیزتر میکنم. حالا بچه مثلا شما بخواید کارتون بهتر بشه، باز دوباره میتونید با نیپر اون قسمت های پوستای ریز رو بردارید. حالا بر من اینجا تو کادر زیاد مشخص نشد، ولی در نهایت این شد فاینال مانیکورم. روی ناخون بچه ها حتما با سرسوهان کاغذی نرم بکشید، خیلی مهمه ها. سرسوهان فلزی نکشید، کراتین ناخون رو از بین نبرید. بعد ضد قارچتون رو حتما با پد بزنید، با پدی هم بزنید که پرز نداشته باشه. بعد پرایمرمون رو میزنیم، پرایمرتون هم نان اسید باشه حتما. و بعد بیسمون رو یک لایه بچه دقیقا باید با دقت و با فشار بزنید. میذارید تو دستگاه خشک میشه و سر ناخونتون رو اون پلیژلی که مد نظرتونه رنگش یا حتی میتونه بیرنگ باشه اجرا میکنید. بچه دقت بکنین که قشنگ نقاط خروجتون رو با حالا قلم یا با چوبکتون از با مواد ببندین بچه ها، خیلی مهمه. حالا من با هر دو وسیله نشونتون دادم که چرخش قلمم
در نظر بگیرین و بلد بشین. حتما نوچی روی پلیژلتو بگیر، بعد زیر ناخونتو کروشو به اون میزانی که میخوای درست کن و بعد سوهان دستی بکش که کارت سریعتر انجام بشه. این نکات بچه‌ها سرعت کارتون رو بیشتر میکنه و خیلی مهمه، لطفا دقت بکنید. سوهان دستیت که تموم شد، یک لایه از رنگ بیسی که میخوای رو کارت اجرا کنی میزنی و بعد از اون میذاری که خوش بشه 60 دقیقه. روی ناخونتو به صورت لمینت لایه دومو میزنی که توی این ویدیو کامل بهتون نشون دادم. حتما بچه‌ها ناخونو بعد از اینکه لایه دومو زدین و البته دقت کنید که ساید بالا رو با قلم لاینر حتما بزنید و به صورت کششی. قسمت ریشه‌رم دقیقاً به همین صورت گرد بزنید که این مواد خوب بغل‌ها بخوابه. اینو دقت کنید. بعد که این کارتون تموم شد حتما دست رو برگردونید و آپکس روی موادتون رو با همون قلم لاینر صاف کنید. میذارید خشک میشه، ناخونتون رو تمیز میکنید و کارتون هم تموم میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. مرسی که لایک و کامنت میذارین و کانال رو سابسکرایب میکنید. ممنونم از حمایتتون. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه.